الله متعال خودشان را از یاد خودشان برد. خیلی جالب گپ است. خودشان را از خودشان فراموش کرد. به اندازه خدا را فراموش کردند که خودشان هم فراموششان شد. الله متعال به اندازه بالاشان فشار وارد کرد که خود فراموش کردن، در نیاز نعمت غرق شدن، در دنیا به اندازه فرو رفتن که خود فراموش کردن که من کیستم، من چی مسئولیت دارم، ما از کجا آمدیم، من این جئنا لماذا جئنا و الی این المصیر، از کجا آمدیم، به چی خاطر اومدیم، به کدام مسیر روان هستم. خود انسان گاهی اوقات فراموشش میشه، گاهی اوقات نمیفهمی، اصلا در مورد گناهت فکر نمیکنی، گاهی اوقات خدا فکر کردن توبه را، فکر کردن بدیها را یا فکر کردن در مورد بدیهای تیر فراموش میکنه. ولی گاهی زمان فرا میرسه که توانایی از این نداره که یک انسان را بد بگویی، یک انسان را در اون مورد فکر میکنی که چرا من او را بد گفتم، اما زمان فرا میرسه که نماز فرضت قضا میشه، در قصهشون نیستی. این جایی است که خدا خودت را از خودت فراموشت کرده. زمان فرا میرسه که با یک انسان بد میکنه، زشت میکنه، زشت رویه میکنه، افتخارم میکنه، به او حد انسان پست میشه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. انسان های خیلی زشت و بد و فاجر و بدکار هستند. در این آیه برای ما درس داده که بعضی نکته های رو باید متوجه باشیم. غفلت خطرناکترین آفت است که انسان در اون مبتلا میشه. غفلت چندین جای قرآن کریم ما رو از غفلت بر حذر داشته شده، ما رو گفته که متوجه باشیم که غافل نشویم. چندین جای غافل از خدا نشویم. نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا را فراموش کردن و خدا خودشان را از خودشان فراموش کرد. دیگه جای میگه در مورد غفلت از روز قیامت که غفلت نورز نسبت به قیامت. نسوا یوم الحساب، فراموش کردن روز حساب را. دیگه جای میگه غفلت از آیات قرآن کریم نکنن و غافل نشن نسبت به آیات قرآن. اتتک آیاتنا فنسیتها، قرآن ما آمد نزد تو، آیات من نزد تو آمد، فراموشش کردی. و کذالک اليوم تنسى، امروز ما تو فراموش میکنی. بین گاه با خود محاسبه داشته باشی. اینو من براتون میگم، ما شما خود رفقا هستیم، رفاقت جایش آمادگی مرگ را داشته باشی. هر روز که از خانه طرف مدرسه میرین، طرف درس میرین، سه چیز باید یادتون باشه. یک محاسبه و اولش مشارطه، دومش مراقبه، سوم محاسبه. مشارطه چی رو گفته میشه؟ از خانه که خارج شده، صبح از خواب بلند شده، که بلند شده با خود شرط ببند که امروز من گناه نمیکنم. شرط با خود ببند، با خود شرط بندی کن امروز من گناه نمیکنم، امروز من غیبت نمیکنم، امروز من غفلت نمیکنم، امروز من بد نمیکنم، امروز من نماز جماعت خود را ترک نمیکنم، امروز من گناه نمیکنم، امروز من به طرف نامحرم نمیرم، امروز من موسیقی نمیشنوم، امروز من زشت نمیگم، امروز من کسی دلش نمیشکنم، امروز من به طرف کسی یا کسی را تمسخر نمیکنم، امروز من غیبت کسی را نمیگم، امروز من کسی را با لقب ملقب نمیسازم، امروز من نماز اشراق خود ترک نمیکنم، امروز من نماز ضحی خود ترک نمیکنم. بالاخره با خود یک شرط بندی داشته باش. این مشارطه گفته میشه. علما میگن، علمای علم نفس، بعد از اینکه مشارطه با خود شرط بندی کردی، این مراقبت کن. دوم قدم مراقبت. از این مراقبت کن، نشو که در یک شرطت باز خودت عقب بمانی. این مراقبت کن که اشتباه نشه. من امروز گفته بودم باید زبان خود را بگیرم، سر از فردا ما زبان خود میگیرم. مراقب زبانت باش، خیلی دقیق باش. مراقب دستایت باش که چی میکنه. مراقب موبایلت باش که چی میبینی در داخل موبایل. مراقب پاهایت باش که من شرط بسته بودم که پای، دست، چشم، گوش، قلب خلاف الله حرکت نکنه. صبح من برای تو گفته بودم مراقبه کن. بعد از که مراقبه کرده روز میگذره، شام میشه، عالی کس مثل عالی. شب که خوابید یک محاسبه با خود داشته باش که من صبح مشارطه بود، شرط گذاری کردم با خود، در جریان روز مراقبتم کردم، آیا موفق بودم یا خیر. یک محاسبه با خود داشته باش، یک حساب کتاب با خود داشته باش. امروز من چقدر بد بودم، آیا فردا من لیاقت زنده بودن دارم؟ آیا امروز من خود را در جمع انسانای خوب بگیرم؟ آیا امروز من میتونم که توسط قلم خود به خود نمره 20 بتونم؟ من میتونم این توانایی رو دارم که خودم این توانایی رو داشته باشم که نمرت امروز 20 کامل پوره بود. من خود متأکد هستم که من لحظه کتابچه را به من بدین، من کتابچه با شما بدم، شما خود را نمره 20 نمیدید، یک نمره هم داده نمیتونم. چون که مشارطه نیست، شرط بندی نیست که من امروز بد نمیکنم، مراقبه نیست که من مراقبت از جیب خود خیلی مراقبت میکنم که موبایل مرکز نبره. متوجه ایمان باش که کس ندوسته، یک جزش ندوسته. خیلی متوجه است.
بعد از یک محاسبه با خود داشته باشم که امروز من چقدر خوب بودم، چقدر بد بودم. خوبی هایت را شکرگزار باش و بدی هایت را فردا کن. و هنوزم الله متعال به تو زندگی بشه، شکرگزار باش. محاسبه نفس چی فایده داره؟ ما اگر این کار را هر روز انجام بدیم، انتهای گپ مثلا برای شما میگم، ما که خود را محاسبه بکنیم فایدهش چی است؟ ما واقف میشیم بر عیوب خود. من امروز عیبای داشتم، بس کسا متوجه لبترین عیبای زندگی خود هستند. بعضی کسا به اندازه نابینا میشن که الله متعال بزرگترین اشتباهاتشون فراموششان میکنه. بزرگترین اشتباهاتشون. ولی یک کسی از در یک سالم نمازش قضا نمیشه، در یک سالم یک نمازش قضا نمیشه. دیگری هست که در هفته 4 نماز قضا میکنه. فرق از بین انسان و انسان. او هنوز واقف به این نشده که در مسیر اشتباه روان است. یعنی که محاسبه نباشه، تو واقف بر اعمالت نمیشی، واقف بر عیوبت نمیشی، عیبایت را نمیفهمی. او کسی عیبها را میفهمه که یک ذره در دستش باشه، خود را گاهی اوقات ببینه توسط ذکر من چی عیبی دارم. اگر توی در دستت نباشه نمیبینی. دوم فایده ای که کسی محاسبه نفس میکنه، از گناهایش باخبر است. یک دعای تانی باشه که خدایا او گناههای مرا عفو کن که بخشش نشد، از من فراموش میشد. و ما کان ربک نسیه است. شد داره. الله متعال او ذات نیست که فراموش کنه. تو فراموش کرد، از الله متعال فراموشش نمیشه. ما اگر محاسبه نفس داشته باشیم، گناههای خود باخبر هستیم. میفهمه که امروز در ابتدای روز از من زشت گفته شد، در وسط روز با یک کس خیانت صورت گرفت، در بعد از ظهر یک گناه چشم از من صورت گرفت. تو بر گناهایت واقف میشی، خبر میشی از گناهایت. و دیگه فایده محاسبه که آخرین سخن هست، توبه. کسی که محاسبه نفس داشته باشه همیشه توبه میکنه. بازم براتون میگم که بین خوب باشه، فقط خوب باشه، بس خلاص. از بدی ها خیلی بدی کردیم، کسی نمیتونه بگه که من از بدی خودی فایده را دیدم. هیچ کسی از بدی خود راضی نیست، ولی هیچ کس از خوبی خودم پشیمان نیست، الا مگر اون کسی که خوبی را به خاطر مردم انجام داده باشه. و کسی که خوبی را به خاطر خدا انجام داده باشه، از خوبی خودش وقت پشیمانی نداره. تو هیچ گاهی از دو رکعت نمازی که در نصف شب خواندی از او پشیمان نیست، ولی از او گپ زشتی که یک روز به یک کسی گفتی از او پشیمان است. پیشانیت را بالای کسی ترش کردی، یک نوع هیبت و یک نوع بد اخلاقی است، تو صورت دو پشیمان است. هیچ بدیت خوشت نمیاد، از هیچ بدیت راضی نیستی. پس نکنی بدی. همین مسیر رو دوباره انجام ندی، مسیر رو ادامه ندی. از خدا ما شما رو موفق داشته باشه که در حالتی از دنیا برویم که الله متعال ما شما راضی باشه. گاهی اوقات قد خود دعا داشته باشیم که خدایا ما رو در حالت از دنیا ببر که حساب کتاب مردم بالای ما نباشه و از تو هم قرضدار نباشیم، اگرچه خیلی قرضدار هستیم. ولی گاهی اوقات دعا بکنیم که خدای ما که از دنیا رفتیم ما باید پاک باشیم.